أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. آن کتاب که همان قرآن باشد، بعضی گفتن منظور تورات و انجیل است، ولی این خیلی بعید است، تفسیر بعیدی است. به قول امام ابن کثیر خیلی دور رفته. منظور همین کتابی است که جلوی دست ماست. این کتاب یا آن کتاب با اشاره به عظمت و بزرگی و جایگاه آن، هدی للمتقین، هدایت دهنده است برای اهل تقوا. در اینجا مطلبی که وجود دارد کمی در مورد خود هدایت بگویم، مسائلی را بیان کنیم. هدایت اینجا گفته هدایت دهنده است برای متقین، یعنی اهل تقوا. یعنی چی؟ یعنی فقط اهل تقوا از آن نفع میبرند. کسی که اهل تقوا نباشد و نخواهد از این کتاب بهره مند شود، شکی در آن نیست برای او سودی ندارد. و ما اون آیات را بیان نمودیم که گفتیم قل هو للذین آمنوا هدی و شفاء، برای کسانی که ایمان آورده اند هدایت دهنده است و شفا است. اما برای کسی که اهل ایمان نباشد، ایمان به آن نداشته باشند، مشخصه هیچ سودی از آن نمیبرد جز اینکه بیشتر سبب گناه و معصیت او خواهد شد، زیرا آیه نازل می شود و با آن ایمان نمی آورد و آن را قبول نمی کند، در نتیجه بیشتر سبب انحراف او می شود، یعنی دور شدنش از خدا. اگر کسی بخواهد به آن ایمان بیاورد، بله سبب هدایت است. اگر کسی نخواهد به آن ایمان بیاورد، سبب شقاوت و بدبختی او خواهد شد. و هدایت گاهی یعنی مراد به خود هدایت منظور همون چیزی است که در قلب انسان وجود دارد، که کسی قادر به آفریدن توفیق هدایت نیست جز الله. یعنی هدایت به دو معنی در قرآن بیان شده. یکی به معنی این که همون توفیق هدایت که در قلب است و قلب وادار شود به قبول حق، این هدایت فقط خدا میتواند. و یک نوع هدایت دیگر هست به معنی راهنمایی کردن، که تمام پیامبران و داعیان دین مردم را راهنمایی میکنند. پس این هدایت به این معنی کار تمام پیامبران علیهم السلام و تمام داعیان دین بوده. مثلا در اینجا که خدا میفرماید انک لا تهدی من احببت، در سوره قصص آیه 56، تو نمیتوانید هدایت دهی کسی که دوست داری، یعنی هدایت در اختیار تو نیست. این هدایت منظور همون وادار کردن قلب او به پذیرش حق و به پذیرش هدایت دین. یا میفرماید لیس علیک هداهم، هدایت آنان کار تو نیست. یعنی تو وظیفه ندارید که قلب آنان را دگرگون کنی، قلب دست پروردگار است. سوره بقره آیه 272. یا میفرماید و من یضلل الله فلا هادی له، هر کسی خدا گمراهش کند کسی نمیتواند او را هدایت دهد. یا میفرماید من یهدی الله فهو المهتد، کسی که خدا او را هدایت کند او دیگه هدایت شده است. و من یضلل فلن تجد له ولیا مرشدا، و هر کسی خدا او را گمراه کند دیگه ولی نمیابی که او را راهنمایی کند، یعنی کسی را نخواهید یافت که بتواند او را هدایت کند، راهنمایی کند. پس در اینجا این هدایت یعنی اون خلق و آفریدن پذیرش هدایت در قلب، تنها خدا میتواند چنین کاری انجام دهد. اما هدایتی دیگر به معنی راهنمایی کردن، این یکی پروردگار میفرماید در سوره شورا و انک
لتهدی الى صراط مستقیم. تو مردم را هدایت میکنی به راه راست، صراط مستقیم. در اینجا این هدایت به معنی ارشاد است و راهنمایی کردن و روشن ساختن برای آنان. پس این یکی در توان داعیان هست و در توان پیامبران هست. اما هدایت به معنی توفیق نخیر. یا مثلا میفرماید انما انت منذر ولكل قوم هاد، میگه تو تنها یک بیم دهنده ای هستی. به پیامبر میفرماید صلی الله علیه وسلم و برای هر قومی هدایت دهنده ای وجود دارد. این هدایت دهنده منظور ارشاد کننده و راهنمایی کننده های برای هر قوم راهنمایی کننده ای وجود دارد. و ما من امت الا خلا فیها نذیر، همچنان که میفرماید هیچ امتی نبوده مگر اینکه نذیری و هشدار دهنده ای و بیم دهنده ای در میان آنان وجود داشته. پس این یک هدایت باید ما اینها را با هم قاطی نکنیم. اگر قرآن را انسان بیاید به اون آیات قبلی قرآن نگاه کنه و با این آیات بعدی میگه این چرا این آیات با هم تضاد دارن، تناقض داره. در اونجا میگه کسی هدایت دست خداست، در اینجا میگه برای هر قومی هدایت دهنده وجود دارد، میگه تو میتوانی مردم را هدایت کنی به راه راست. پس این است که باید ما قرآن را از اهل علم بفهمیم، یاد بگیریم. یعنی باید اهل علم قرآن را برای ما تبیین کنند که آیات را احساس نکنند در بین آیات قرآن تضاد وجود دارد. بعدا یعنی فرماید و اما ثمود فهدیناهم فاستحبوا العمى علی الهدى. مثلا مگر در اینجا نمیگه خدا میفرماید هدایت به دست ماست؟ بله، ولی در اینجا میگه ما قوم ثمود را هدایت دادیم اما آنان کوری را بر هدایت ترجیح دادند. پس این هدایت دوم یعنی چی؟ یعنی راهنمایی کردیم. یعنی ما راه هدایت و راه گمراهی را برای آنان روشن کردیم. این راه هدایت است، اما آنان کوری را بر هدایت ترجیح دادند. یا مثلا خدا میفرماید و هدیناه النجدین، ما انسان را به دو تا راه هدایت داده ایم، راه خیر و شر. یعنی راهنمایی کردیم، گفتیم این راه خیر است و این راه شر است. پس در اینجا مشخص شد که بحث هدایت یعنی چی. اینجا هم که میفرماید هدی للمتقین، یعنی اونایی که میخواهند آن را پذیرش هدایت را پذیرش کرده اند و خدا توفیق هدایت به آنان داده، اونا از قرآن میتوانند استفاده کنند. وگرنه این قرآن راهنمایی کننده هست برای همه انسان ها راهنمایی کننده است و تمام پیامبران برای این آمده اند که مردم را به راه راست راهنمایی کنند. پس راهنمایی کردن کار تمام پیامبران هست و تمام داعیان حق. اما این که از اون هدایت، از اون راهنمایی چه کسی استفاده می کند؟ اون کسی که اهل تقوا باشد، یعنی اون کسی که آن را پذیرفته باشد.